خب رسیدیم به ترک آخر آلبوم مجسمه علی سورنا چرخش رنگ ها که یه ترک مشترک است با سارسئو. من اصلا مطمئن نیستم اسمش دارم درست میگم، که پرودیوسر این کار هم دهقان هستش. بریم بدون معطلی سراغ ترک گوش بدیم ببینیم چجوریه. بازم میگم پیج ایسون رو تو دیسکریپشن در واقع کانال یوتیوبش تگ شده. اگر میخواین گوش بدید موزیک رو سعی کنید از پلتفرم های رسمی خود آرتیست گوش بدید، باعث درآمدزاییشون میشه، اینجوری حمایت کنین ازش. حالا تو سانکلود هم هست، اسپاتیفای هم هست، حالا تو هر پلتفرم رسمی که مختص خود آرتیسته. ترک آخری هم هست از این آلبوم که داریم بهش ریاکشن میدیم. خوشحالم میتونم بشینم بعد از این ویدیو این آلبوم رو با خیال راحت گوش بدم، یعنی بالاخره. اگرم پیشنهادی دارید برای ریاکشن های بعدی به من بگید. تو ویدیو قبلی هم گفتم ترک جدید یا ترک جدید پوری و بزالیتو و همچنین ترک عادی دورچی که فکر کنم برای آلبوم آخرشه، چون خیلی توی اینستاگرام ترند شده، من دیدم میخوام به اونم ریاکشن بدم. بریم گوش بدیم ببینیم ترک آخر چجوریه. بالاتر از خیابون و پر دود سارنا جان بایستا. بالاتر از خیابون و پر دود سرخی گسسته از شلوغی ها پشت کوله پشتیش سپهر آسمون بود پر رود امید، تنش گرگ و میش لبش روژ خون خورشید. شهر تیر توی زنانگی میزد، اون تو خلوتش به یاد مردی بود. اون نمیخواست سنت گا بره، زمانش رسیده بود نق بزنه تا دل حوادث. چی؟ بالاتر از خیابون و پر دود سرخی گسسته از شلوغی ها پشت کوله پشتیش سپهر آسمون بود پر رود امید، تنش گرگ و میش لبش روژ خون خورشید. شهر تیر توی زنانگی میزد، شهر ضد زنان بود، ولی اون تو خلوتش به یاد مردی بود. اون نمیخواست تو سنت گا بره، زمانش رسیده بود نق بزنه تا دل حوادثه. اون تو خلوتش یاد یه مردی بود. پشمام چیه؟ اون نمیخواست توی این سنت جامعه به گا بره و زمانش رسیده بود که نق بزنه، حمله کنه، بره توی دل حادثه. وقت رسیدن توی نبض چکیدن، یه مرد که زن میشد لحظه دیدن. موشنش هم قابل توجه. سپهر سال هاست که عاشق چکاده. چی؟ چکات فرزند مادر افسرده بود. چی پشمام لازم واسه ببینم. سپهر سال هاست که عاشق چکاده. سپهر سال هاست که عاشق چکاده. وقت رسیدن توی نبض چکیدن، یه مرد که زن میشد لحظه دیدن. سپهر سال هاست که عاشق چکاده. چکات فرزند مادر افسرده بود، دنبال زنانگی مردش به زیر سیلی زندگی کوه شده پر از سنگ های خورد. چی حاجی؟ سپهر سالهاست عاشق چکاده. چکاده داستان مریم. چکاد فرزند یک مادر افسرده بود که مادر افسرده زنانگیش از دست داده بود و این دنبال اون زنانگی مردش به زیر سیلی زندگی یک کوه شد پر از سنگ‌های خرد. کوه بود ولی ریز ریز تیکه تیکه. ادامه بدیم. یه مبارزه تو روزه ولی شب زیر نفوذه یه زوزه یه مرموز میسوزه. وقتش آتیش عشقشو بالا بیاره. چکات سال هاست که عاشق سوز. یه مبارزه تو روزه ولی شب زیر نفوذ یه زوزه مرموز میسوزه. وقتش آتیش عشقشو. چکات سالهاست عاشق سوزه. سپهر سالهاست عاشق چکاته ولی چکات سالهاست که عاشق سوزه. سپهر
سپر من دیر از قفل شدم، من عذرخواهی میکنم. چه ترک عجیبیه واسه آخرین میکنین. سپر یه شخصی که عاشق چکاد سالاست که عاشق سوز. سپر میتونه شخص باشه، ولی خب معنی سپر همیشه هوا آسمان، درسته؟ و چکاد پسر یک مادر افسرده است که زنانگیش گم شده، واسه همین همیشه دنبال زنانگی بوده و مثل یک کوه میمونه که متشکل شده از کلی سنگریزه خرد شد. و چکاد هم سالاست که عاشق سوزه، یک کوهی که عاشق سوزه و سپر یک آسمان که عاشق این کوه عاشق سوزه و میتونه مادر زمین، مثلا زمین میگن مادر دیگه، میتونی از این دید بهش نگاه کنی، میتونم خیلی ساده بهش نگاه کنی، یعنی خیلی دفاع میکنه از جامعه در واقع چی میگن LGBT میگن. چون ترک عجیبیه پشما، اصلا انتظارشو نداشتم. بذار سوز یه شعر فراری از شاعره که سال هاست تو وهم تخیل وزیده، پر از تنفر از شهر آلوده، به دود پر از تنفر از مرز، قانون شکونده. گاهی فکر میکنه یه فاحشه تنهاست، گاهی دنبال نمایشه فرداست. تم با وقت وزیدن یه بار واسه همیشه سوز، سال هاست که عاشق هواست. چکاد سالاست عاشق سوزه. سوز یه شعره که از شاعرش فراریه که سالهاست توی وهم تخیل وزیده، پر از تنفر از شهر آلوده، به دود پر از تنفر. گاهی فکر میکنی فاحشه تنهاست، گاهی دنبال نمایش فرضا. سوز در واقع اشعار دنیای خود علی سورنا احساس میکنم، جوری که اینجا داره نوشته، اینجوری که اینجا نوشته. یعنی سپر عاشق چکاده، چکاد عاشق سوزه و سوز سالاست که عاشق هواست. حالا اینجا نوشته هواست، هوا نمیشه هوا. ادامه بدیم. بیزار از زنیت یا تمدن اسیری، از این فرهنگ پیر و از این تسلط پذیری. میزنه بیرون از ساعت یه شهر، به دنبال یه زن میگرده تو قامت یه مرد. یه حبوطه به چهره، هوا به دنبال مهره، وقتشه که خودش گاز بزنه گناه ها. هوا سال هاست که عاشق سپر. سپر، چکاد، هوا. سپر، چکاد، سوز، هوا، سپر. که اینا همه با هم دیگه در واقع من گیج شدم و شوک بهم وارد شده، چون اصلا خیلی ترک عجیبیه، چه تکس قوی هم هست. بیزار از ذهنیت تمدن اسیری، از این فرهنگ پیر، از این تسلط پذیری، میزنه بیرون از ساعت یه شهر، به دنبال یه زن میگرده تو قامت یه مرد. همین هم عاشق سپره. پاره های روح مجروح شهری، گسسته از استعداد پوتین یه بیمار. یا نمیرسیم اونجوری که دل میخواد، یا میرسیم همیشه روزی که نمیخوان. با اختار داز آسمون و ساده پرنکش، هویت گناه جنسیت و سرزنش. یه دایره به دورمون با هر تنش، تا از ترس قاعده خفه بشیم تو مرکزش. آبیشیم از تاریکی گریز، روزی
از ما نیست سفیدش. تئوری خنثی تحمیل ما پاره پاره های روح مجروح شهریم، گسسته از استبداد پوتین بیمار. خیلی مشخصه، یا نمیرسیم اون جوری که دل میخواد، یا میرسیم همیشه روزی که نمیخوایم. با اخطار داس آسمون رو ساده پر نکشت. هویت، گناه، جنسیت و سرزنش. هویتمون گم شده. یه دایره به دورمون با هر تنش تا از ترس قاعده خفه بشیم تو مرکزش. آبی شیم از تاریکی گریز، روسیایی از ما نیست سفید عشق بیشک. تئوری خنثی تحمیل جسم سپهر عمل کرد به تغییر جنسیت. شد یه دختر به عشقش خاتمه نداد، یه ظرافت زنونه ساخت به خاطر چکات که به خاطر سوز هم به فاصله نداده. و یه مرد شده تو قامت یه زن و سوز زن شد تو قامت یه مرد که حوا رو بگیره به خاطر هواش. واو، هشمام چه تکسی داره. تو تئوری خنثی تحمیل جسم، یعنی جسمی که ما تحمیل شده، سپر تغییر جنسیت داد، شد یه دختر و به عشقش خاتمه نداد، با اینکه میتونست که چکات عاشق سوزه. و یه ظرافت زنونه ساخت به خاطر چکات، یعنی خودش رو تغییر داد به خاطر چکات که به خاطر سوز تن به فاصله نداده. چکاتی که به خاطر سوز، یعنی با اینکه عاشق سوزه ولی تن به فاصله از سپر نداده و یه مرد شده تو قامت یه زن. این چکات هم یک زنیه که یک تو قامت یک مرد ایستاده و سوز زن شد تو قامت یک مرد. این سوزی که زن بود مرد شد که حوا رو بگیره به خاطر هواش. هوا نقاب از چهره گرفت، مرد شد به عشق سپهر. میگن تش چی میشه چی؟ چرا ما همیشه دیر میرسیم؟ عشق مثل یه کاغذ باطله، پس از دور باطل دور زخم جاذبه هوس شد و هوا احساس کرد که سوزو میخواد و سوز چکاد و خواست شهد دایره عوض. ادامه میدیم. آبیشیم از تاریکی گریز، روسیایی از ما نیست سفیدش بیشک. یک دایره‌ای که این 4 شخصیت در اون هستن. یه هوا نقاب از چهره گرفت، مرد شد به عشق سپر. میگن تهش چی میشه چی؟ چرا ما همیشه دیر میرسیم؟ چون سپر به عشق چکات زن شد و هوا به عشق سپر مرد، ولی دیر شده بود. یعنی تهش چی میشه چرا ما همیشه دیر میرسیم؟ عشق مثل یک کاغذ باطله، پس از دور باطل دور زخم جاذبه هوس شد و هوا احساس که از سوز رو میخواد و سوز چکات رو خواست و هوایی که عاشق سپر شده بود احساس کرد که هنوز سوز رو میخواد، اما سوز چکات رو خواست و این عشق رو از هوا گرفت و جهت دایره عوض شد. عشقهای بی سرانجام. عجب ترکی بود. اما در این حال به چند تا مسئله پرداخت دیگه، متوجه شدیم که خیلی ترک سنگینی بودن، چون بهم شوک وارد شد اصلا دستم در رفت. بالاخره آلبوم تموم کردیم و قطعاً بعد از اینکه ریکورد رو قطع کردم میشنم و این ترک رو چندین بار گوش میدم و یکی از به نظرم زیباترین ترک های این آلبوم بود.
پر از مفهوم، پر از اتفاق. خب بالاخره ریاکشن اون به آلبوم مجسمه تموم شد. این شاهکار به نظرم و ممنونم که با من موندین توی این 20 تا ترک. اولین ویدیوام بوده که دارم ضبط میکنم، اشتباهی اگر کردم عذر میخوام از شما. پیشنهادم به من بدید برای ترک‌های بعدی. تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدارتون.